درود بر شما، وقتتون بخیر. امیدوارم خوب باشید و براتون آرزوی بهترین ها دارم. یک نکته در خصوص بیمه‌نامه‌های شخص ثالث که یک بیمه‌نامه اجباری هستش برای تمامی و کلی وسایل نقدی موتور زمینی میخوام عرض کنم خدمتتون. و یک سوالی که همیشه مطرح میشه، میگه که بیمه‌نامه‌ای که به صورت قسطی و اقساط تهیه شده باشه آیا هنگام پرداخت خسارت تأثیری داره بر روند پرداخت خسارت یا نه؟ الان عرض میکنم به خدمتتون. چنانچه قبل از تاریخ سررسید قسط حادثه‌ای رخ بدهد، خسارت توسط شرکت بیمه کامل پرداخت میشه. اما اگر اقساطتون در تاریخ‌های تعیین شده‌ای که نمایندگی‌های بیمه بهتون دادن به موقع پرداخت نشه و حادثه‌ای رخ بدهد، شرکت بیمه خسارت را بر اساس قاعده نسبی